که یه ساعت منتظر نصف فناتم. واسه چی دنبال ترهامون بچه‌هایی؟ بیا رو در رو صحبت کنیم با حقیقت. ازم شدی پر انگاری جدیدن، خسته ردیستایی که تو بندازی ندیدم. نترسم تو ظرف غذا ریختم هر سری که داشتم میکردم. من خود ارضایی عزیزم، شدیدن تو میخوای شبیه من باشی. یه کار میکنم تیر کنی تو شقیقت خالی. عجیب بدحالی قلعه علمو چیه؟ تو هشتاشین بری قزوین برمیگردی پری دریایی. وقتی آشا میاد جا سکته داره، کریر امثال داغونه تا زنده باشه. راهش درازه هر کی سمت تو زدمش، وگرنه چرا پوتک بعد برات کامنت بذاره. افتادم گیر تویی که هیچ آرتیستی حال نمیکنه با سیست تو دیده. حرف ویون ازم وقتی کل فالوور خودت تو تیمت رو هم بازم کمتر از سین استوریمه. فکر میکنی قرعه رو بردی ولی زیادی رو بهت دادم که دون در آوردی. راست میگی سوراخمو دیدی چون به هر کی ریدم نشستی همونجا و پشت سرم گوهمو خوردی. بهتر این بازی و کشتری اوچ و یعنی بالا جنازت میزنم قیصری نوش. میگی با پله اومدی تو کل پله‌های ترقی و بری بالا تازه بعد بپری روش. ریلکس همینطوری ریلکس، تو که خیالت راحته، تو که کونه دیمه است. آخه کسی کاری با تو نداره که جیگر، اونم تو ایران که مردم همه چیو دیدن. الکی فردا نگی گرفتنه که هیچ کدوم اینا باور نمیشه دیگه. عشق است وگرنه چطور اینا کار ندارن به سیاسی خونه که کلی فیلم و عکس ازش تو اینترنت هست. بین من و توی شب و فوقینی بعد این کار نمیذارم دیگه. من برا تو میدی اومدی چسبیدی بهم سیگیل بازی برا ویو، ولی تو سیگیلم باشی که چغال تن و سولی. تویی که خدنگ پوتکی میشی کفن خشونتی رفتی اون دنیا نداشته باش ازم کدورتی. عقل نگذرین دفتم خیلی پلنگه ولی چون مثل خودته بهش میگیم پلنگ صورتی. مثل فشاگری ته برنامت همینه دوباره کلک و حقه و دروغ. اوکی باید بری زیر بیلی تو هم رب مثل دوشک کشی. بلکی ببین کی اینجاست. کسی که اگه یه ذره کمتر حول بودی شاید باش رفیق خوب میشد. بلکی هر دختری که پیدا میکنی نایتی تو نیست که سری میبری خونه. شاید اون چند ثانیه لذت تو با آینده اون دختر برات باشه. میگی دروغ میگم، پس برای چی شیطون وقتی شنیدی این داستانو هم من سریع عصبانی شدی، بلاک کردی، فوش دادی؟ بازم میگی دروغ میگم، پس از کجا میدونم دوتا دختر رو واقعا دوست داشتی جفتشون هم ضربه خوردی؟ میبینی از اون چیزی که فکر میکنی بیشتر میبینی. الان وقت ساکت شدن نیست. بیا اصلا بدون اینکه منو تگ کنی که نگی دنبال ویوه. البته میدونم عشق میکنی دخترای 89 به پایین قربون صدقت میرن. بالاخره یه جوری باید جلب توجه کنی قربون اون پیژامه صورت. یه ذره خودتو جمع و جور کنی، شخصیت داشته باشی. آدم دیگه به یه دختر حداقل رحم میکنه، با همه داری لاس میزنی. کم خجالت